پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اکثر وقتها ساکت بود و جز در مواقع ضرورت حرف نمیزد و میفرمود: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. یعنی کسی که به الله و روز آخرت ایمان دارد پس سخنی نیک بگوید و یا اینکه ساکت باشد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام تکلم از اول تا به آخر به آرامی لب به سخن باز میکرد و کلامشان کوتاه و جامع و خالی از طول و تفصیل بیجا و کامل به تمام مقصود بود. هنگام سخن گفتن تبسم میکرد و کلامشان روشن بود به طوری که هر شنونده آن را میفهمید. آره، سخن نمی گفت مگر جایی که امید ثواب می داشت. هنگام سخن گفتن چنان حاضران را به خود جذب می کرد که گویا روی سری آنها پرنده نشسته است. و چون جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ساکت می شد، سپس آنان سخن می گفتند. کلمات گفتارش به یکدیگر پیوستگی داشت. کلماتش را به طور شمرده بیان می کرد که شنونده آن را به خوبی به خاطر بسپارد. جوهر صدایش بلند و آهنگ صدایش از همه زیباتر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فصیح ترین مردم در سخن گفتن بود و از همه مردم در سخن گفتن اختصار را رعایت می کرد و در عین حال تمام آنچه را که می خواست در ضمن جملات کوتاه ادا می فرمود. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند شما پشت سری هم و بی وقفه سخن نمی گفت، بلکه بسیار روشن و شمرده صحبت می کرد، طوری که افرادی که آنجا نشسته بودند سخنانش را حفظ می کردند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم انسانی با تحمل و بردبار بود و دوست می داشت که مردم سخنانش را بفهمند. از آنجا که به امتش بسیار علاقمند بود، تفاوت‌های مردم و میزان درک و شناخت آنان را در نظر می گرفت و همین مسئله باعث می شد تا شخصیت بردبار و صبور باشد. مادرمان عایشه رضی الله عنها می گوید: کان کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم کلاما فصلا یفهمه کل من سمعه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم شمرده سخن می گفت، طوری که هر شنونده آن را می فهمید. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از حوصله و وسعت صدری بی‌مثیل برخوردار بود و سخنانش را تکرار می کرد تا همه آن را دریابند. انس ابن مالک رضی الله عنه می گوید: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعید الکلمة ثلاثا لتعقل عنه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کلمه را در صورت نیاز 3 بار تکرار می کرد تا مردم آن را بفهمند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردم با ملاطفت برخورد می کرد و می کوشید تا از ترس و وحشت آنان بکاهد، چرا که بعضی از مردم از هیبتش احساس ترس می کردند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و شروع به صحبت کردن با ایشان نمود، در حالی که بازوهایش می لرزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: به خود آسان بگیر، زیرا من پادشاهی نیستم، بلکه فرزند زنی هستم که گوشت خشک می خورد. سنن ابن ماجه، رقم حدیث 3312. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.